ام افریقا ده بحثی پنجشیر پانکریاس که این پانکریاس ارگانا گلش مروی دا هورمونا و انزیماتیت کد هورمونا انسولین هارید کدن کو شکر خوینه رکت کدن و انزیم هارید کن کو زاد مروی حل کن پنجشیر پانکریاس که مروات ایتن درسته هی مروف نزاند بودی اف پنجشیر الهندکات ایتن بس یا دیار کری کو تکار کشاندن اوی خطریه زیده تلید کردن. سببی کو اف پنجشیره گلکا خطر اوه کو دمی نشاند و ایشیب در کبن معنا اف ایشه القناخ دماهیگه و گلکا بلاوه بوی. نشاند و ایشه اوه نکو مروف یه طبیعه ماندیه از که مروفید چتن از که مروفید ایشتن و زرکت ایده مروفی و هر وصا وزن مروفی گلت دخار سبب زكتون أبا كو هكا إنزيم ناتبن ذات نهاية حل كرن و سبب كو زرق بتمروفي أبا كو وقت تومار أن أف پنداشيرل پانكراس تشيد بتن ريكا زرافة جريتن ناهلتن زراف و بيليروبين دركبتن و لوا أف بيليروبينه أن مادة زرافة زيادات بتن تخوينه دا نشانه دیج بلی زرکه اوانه که رنگ میزه تاریه رنگ پیساتیه زر ساسیبه و لچن رو ویجید خوریتن. پیش بین یا نخوشیه یعنی که شانس های که اف نخوصه ساق بتن سرهندت میندن که اف پنجشیرل کیرا پانکریاس چه بوه که چن خانه چه بوه و که بلاوه بوه یا نه یعنی بلاوه بوه دبرو برد خو آن بلاوه بوه بو ارگان دید لشیده و هر روزا مروف اتوانتش تا کشف کتب ERCP بایوپسی یعنی مروف پارچه که لشیدی در فحص کتن و CT جبرتين كو مروف قناغت دماهي که کشف کردن وی پنجشیره گلک مروف شد عملی کردن و خر پنجشیره را کردن نزدیکی 10 حتی 12 ساله مروف شد عملی کردن و خر را کردن و پشتی هنگ مروف کیموتراپی داده و کمترین 5 ساله جین پشتی 5 ساله